أينما كنا. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. سروران عزیز و بزرگ، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان و بزرگواران، بحث ما ارتباط به سوالهایی که در ذهن خیلی از عزیزان هست، سوالهایی که همه ما را به فکر انداخته. سوالها هست: چرا حدود و قصاص نمیشه؟ چرا ملت بیکار هست؟ چرا حقوق خواهران و زنان و بالآخره بعضی از مأمورین و اینها رعایت نمیشه، در نظر گرفته نمیشه؟ چرا در ادارات اکثرا خود بزرگان امارت اسلامی هستند؟ اینها سوالهاییه که ما به عنوان خیرخواه، به عنوانی که در کنار حکومت اسلامی خود هستیم و انتظار داریم، باید ملت بفهمه و آگاه باشه. والله العظیم انتظار همه ما و شما حکومت اسلامی بود که آماد و الان ما خیلی توقع داریم. شما 2-3 هفته همه شما شاهد هستید به عنوان بندگان الله سبحانه و تعالی که من از این منبر 3 هفته میشه چقدر مسئله حمایت از امارت اسلامی دارم و تا زمانی هم که امارت اسلامی در راه و خط قرآن و شریعت غرای محمدی روان باشه می جان خودفدای حکومت اسلامی میکنم. اما اگر خدای نخواسته از خط و مش جدا بشه، باز او بحث دینی هست، بحث اسلامی هست، مسئله عقیده و اعتقاد هست. میخوام باز هم امروز این مسئله را اشاره بکنم که من و شما وقتی این سوالها در ذهن ما می آید، همه این سوالها با یک کلمه جواب داده میشه.
چرا حدود و قصاص نیست؟ چرا ملت بیکاره؟ چرا حقوق زنها که بالاخره به خیابانها و اینها بیرون میشن مد نظر گرفته نشده؟ مردمی که بالاخره سر و صدا دارن، همه اینها با یک کلمه جواب داده میشه که عزیزان و بزرگواران، حکومت نوپا هست، تازه تشکیل شده، حکومتی که تشکیلاتش هنوز مشخص نیست، قاضیش مشخص نیست، سارنوالش مشخص نیست، محاکم و قضاتش در مرکز و اینها هنوز مشخص نیست. خب ما باید کمی صبر داشته باشیم، کمی حوصله داشته باشیم. ولی ما امروز تمام بحث ما اینه که ما میخواهیم از امارت اسلامی، میخواهیم از حکومت اسلامی که قاتلان علما را پیدا کنه، میخواهیم، چون در حال تشکیل هست. 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، 6 ماه بعد وزیر مشخص شد که الان حال مقدمتا میبینیم اعلانات شده. وقت تشکیلات مشخص نیست، ادارات هنوز درست به فعالیت خود شروع نکرده، پس چگونه من مثالی بیان میکنم. ابی طفلی که تازه به راه میفته، شما چقدر از او توقع دارید؟ همه کار رو بکنه؟ طفل تازه میخواد به راه بفته، دستی رو میگیریم، با او کمک میکنیم، با او همکاری میکنیم تا به راه بفته. حکومت نوپا یعنی چی؟ حکومتی که بعد از یک حکومتی آمده که در رژیم گذشته بی‌عدالتی به اوج خود رسیده بود، ناامنی به اوج خود رسیده بود، فقر به اوج خود رسیده بود، بیکاری به اوج خود رسیده بود، اختطاف و ظلم و ستم و بالاخره انواع فساد به اوج خود رسیده بود. خب اون حکومت سرنگون شد. امی حکومت که تازه آمده، ما باید به حکومت نوپا دستش را بگیریم، به عنوان همکار، به عنوان همراه، با او همراه باشیم، با او همگام باشیم، در کنارش باشیم. تازه تأسیس شده، جدید آمده. ما میگیم چرا حدود و قصاص نیست؟ خب حدود و قصاص کو آمیر حوزه کو حدود و قصاص کرده نمیتونه. حدود و قصاص کو به دست یک ولسوال و قماندان نیست. بحث حد و حدود و قصاص از طریق محاکم میشه. خب محاکم ترتیب شد، تنظیم شد و بعداً اگر دیدیم که حدودی نیست، قصاصی نیست، وقت صدای خود را بلند میکنیم. پس به اینه که این سوال در ذهن خیلی از عزیزان، خیلی از دوستان، حتی در ذهن خیلی از مجاهدینی که در ردیف پایین قرار دارن، چرا حدود نیه؟ چرا قصاص نیه؟ چرا بالاخره؟ پس این را فهمیدیم که یک حکومت نوپا، حکومت جدید، تا تشکیلاتش درست میشه، تا اداراتش درست میشه، تا محاکمش درست میشه، وقت میخواه. به اینه که باید صبر و حوصله داشته باشیم. تمام برنامه، خواهرانی که اعتراض میکنن، مردمی که اعتراض میکنن، مردمی که بالاخره میآیند در خیابانها و اینها اعتراض میکنن، اینا صبر داشته باشن، حوصله داشته باشن. اینهایی که امروز به خیابانها میریزن دیروز کجا بودن؟ دیروزی که صدها و هزاران جنایت بود در این سرزمین، جنایاتی که بالاخره از اشغال گرفته، از فسق، فجور، جنایاتی که از ظلم و اختطاف و ناامنی و فسق و فجور و قمار و شراب و زنا و همه بود. اینهایی که این روزا به خیابانها بیرون میشن و شعار میشن، به کجا بودن؟ چرا صدای خود را بالا نمی کردن؟ به اینه که ملت باید صابر باشه، صبر داشته باشه، حوصله داشته باشه. گفتم حکومت نوپا، حکومت جدید، حکومتی که تشکیلات از او در حال ترتیب و تنظیم هست. پس به این عزیزان و بزرگواران، سوال دیگری که در ذهن خیلی از برادرها که تشکیلاتی که شده و یا در اداراتی که هست غیر از خودشان دیگه کسی نیست. خب همین لحظه در ابتدا چی افرادی رو بیارن به چوکی‌ها بنشانن؟ خب خودشان هستن، امینن، مطمئنن، تا اینکه حکومت تشکیل بشه،
تنظیم بشه. بعداً افراد متعهد، متخصص، چیز فهم میای سر ادارات و کار خود ترتیب و تنظیم میکنه. همین الان به کی اعتماد باشه؟ برادر اعتراض میکنه که 15 حوزه، 15 ناحیه، 15 تا ملا تعیین شده. خب برادر 15 تا ملا تعیین شده، چی تاثیر بیارن؟ همون کسی که تا دیروز دزدی میکرد پس بیا امیر حوزه بشه؟ همون کسی که تا دیروز ظلم میکرد پس بیا امیر حوزه بشه؟ همین کسی که تا دیروز به شراب و به زنا و به قمار بود او رو بیارن مسئول حوزه استاد کنن؟ پس به اینه که ما باید به این قضیه متوجه باشیم که وقتی افراد و اشخاص خود میگیم چرا تعیین کردن، به اینه که تا تشکیلات حکومت تنظیم بشه، ترتیب بشه، منظم بشه. بعد از اینکه تشکیلات منظم شد، افراد متعهد، متخصص، چیز فهم، اینها میای سر قدرت. به این سوالهایی که در ذهن خطور کنه خیلی در بین جامعه، هر جا که می نشینیم، چرا حکومت حدود نداره، چرا قصاص نداره، چرا بالاخره کاروبار ایجاد نکرده، چرا بالاخره خود مسئولین از دیگه مردم کار نگرفتن و اینها سوالات به یک کلمه حل میشه که حکومت نوپا، حکومت جدید نیاز به وقت داره، نیاز به فرصت داره. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه کار کردن تا در مدینه تشکیل حکومت اسلامی دادن. و این برادران عزیز که من و شما باید متوجه باشیم، همه ما به عنوان همکار، به عنوان همراه، به عنوان مشاور، به عنوان خیرخواه، به عنوان دلسوز باید که در کنار حکومت اسلامی خود، چون این آرزوی ما بوده، این آرزوی 21 سال بوده، سر این منبر گریه کردیم، ناله کردیم، فریاد زدیم، بالاخره همه ما و شما به خاطر آمدن حکومت اسلامی. و حکومت اسلامی امروز سخت نیاز داره به دعا، به مشوره و بالاخره به همراهی و به اینها. عزیزان و بزرگواران، نکته بعدی، به افراد و اشخاصی که علیه حکومت اسلامی بغاوت میکنن از لحاظ شرعی چی حکمی داره؟ از لحاظ شرع یک حکومت اسلامی تشکیل شده، تنظیم شده، ترتیب شده، حالا یک عده بیرون میشن به خیابان فریاد میزنن و بالاخره پس نوکران غرب و دموکراسی خواهان و اینها بیرون میشن. اینها بسیار ببخشیم، همون امریکایی ها که رفت، اینها همون استفراغ امریکایی ها که اینها باقی ماندن، امروز بیرون میشن علیه حکومت اسلامی شروع میکنن به بغاوت. از لحاظ شرعی، شرع، دین مبین اسلام، دین مبین اسلام چی دستور میده؟ چند آیه و چند حدیث را اشاره میکنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره حجرات آیه 9، الله میفرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم. اگر بین دو مؤمن درگیری پیش می آید چکار کنیم؟ فاصلحوا بینهم، اصلاح بیاریم، نصیحت کنیم، خیرخواهی داشته باشیم. اما فان بغت احداهما علی الاخرى، این آیه مبارکه هست، این قول شافعی و مالکی و حنبلی و بالاخره حنیفی و اینها نیست، این قول پروردگار هست. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یک گروه پیدا شد بغاوت کرد. فان بغت چیه؟ کسی که طغیان میکنه، از حد میگذره، کسی که تعدی و تجاوز داره، کسی که برتری جویی میکنه، کسی که ستمگری میکنه، ظلم میکنه. حکومت اسلامی آمده تا بال امارت برای ما و شما گفته که من حدود و قصاص را اجرا نمیکنم؟ تا حال نگفته. تا حال امارت اسلامی گفته که من از فاسق و فاجر و بیدین و از اینها من حمایت میکنم؟ در حال تشکیل هست، در حال اینه که این حکومت ساخته بشه. پس هر انسانی که علیه حکومت اسلامی بغاوت میکنه، سرکشی میکنه، حکم از او چیه عزیزان و بزرگواران؟ علما و بزرگان و ائمه ما و شما میفرمایند
خروج علی ولی الامر، بیرون شدن بر ولی امر، بر حکومت اسلامی، این مسئله که این حرام. زنا حرامه، در این شکی نیست. شراب حرامه، در این شکی نیست. این حکم شرعی رو باید ما بفهمیم. وقتی که میگیم زنا حرامه، قمار حرامه و گناه کبیره هست و گناه هست، بغاوت و سرکشی و آمدن علیه حکومت اسلامی به خاطر از بین رفتن، کسی بیای شعار بده این عمل حرامیه. این من به این واسطه نمیگم که امارت اسلامی از ما خوش باشه، این یک حکم شرعی هست. حکم شرعی بغاوت و سرکشی علیه ولات امر مسلمین این چیه؟ این حرامه. الله سبحانه وتعالى می فرماید فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. با او جنگیده بشه، سرکوب بشه، یا این که از بین بره حتی تفیء الى امر الله، یا بیای امر الله قبول کنه. حکم الله را قبول کنه. بینهایی که به خیابانها میریزن به حالت بی‌حجابی و بدحجابی و بالآخر در حال خلط و مخلوط و اختلاط زن و مرد، با اینها میگم امریکا رفت، دموکراسی مرد. دموکراسی مرد تمام. به زیر سایه حکومت اسلامی دست برا پا برا با اسلام زندگی کن، با اسلام زندگی کن. حق و حقوق تو رعایت میشه، با تو ظلم نمیشه، با تو ستم نمیشه، حقوق تو به تو پرداخته میشه، اما اجازه هم نداری که تو بیای علیه حکومت اسلامی بغاوت کنی، سرکشی کنی. الله سبحانه و تعالی به صراحت میگه فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله فإن فاءت فاصلحوا بینهم. اگر آرام شدن، قبول کردن، حکم الهی قبول کردن، خلاص دروازه بروی اینا بازه. بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. با اونا عدالت میشه، با اونها رویه نیکی میشه، برخورد نیکو میشه. به افغانستان تمام ملت افغانستان حقوق شهروندی رعایت میشه، تمام ملت افغانستان. حتی چند هفته گذشته اشاره کردم که امارت اسلامی باید حقوق سیکه های افغانستان که ولو که در دین ما نیستن، در ایمان ما و در مسائل اعتقادی ما مشارکت ندارن، اما از لحاظ که افغانن باید حقوق اینا رعایت بشه. اما هیچ کس حق سرکشی نداره از نظر دین مبین اسلام. در رژیم گذشته رژیم توپ داشت، طیاره داشت، تمام قوت را داشت. از این منبر گفتم که علیه رژیم گذشته قیام باید کرد، چون حکومت اسلامی نبود، حکومت اسلامی نبود، دموکراسی بود. در زیر پرچم دموکراسی زندگی می کردیم، اما امروز زیر پرچم اسلام هست. پس کسی حق نداره بغاوت، سرکشی، تعدی، تجاوز، فریاد زدن، نظم جامعه به هم زدن و مردم را پریشان کردن. الله می فرماید در آیه دیگه یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت از الله و اطاعت از رسول و اولی الامر. و اولی الامر که اولی الامر کی هست؟ مفسرین می فرمایند علما و امرا، که امروز نعمت بزرگ الله برای ما و شما داده که امرای ما و شما علما هستند. علما هستند. تشکیلات مقدماتی شاید شما دیده باشید، از وزرا گرفته تا معینها و اینها، ملا فلانی، مولوی فلانی، شیخ الحدیث فلانی، ملا فلانی. علما و امرا، این نعمت عظیم و بزرگ است عزیزان و بزرگواران. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول.
اگر منازعه به شما پیش می آید، مشکل پیش می آید، شما برمیگردانید اون مشکل را به کجا؟ به طرف قرآن و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم. چند تا حدیث از احادیث گوهربار نبی مکرم اسلام اشاره می کنند به کسانی که بغاوت می کنند، سرکشی می کنند، به اونها اشاره می کنند به این که سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما می فرمایند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، نبی مکرم اسلام می فرمایند عن النبی صلی الله علیه و سلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة. برای شخص مسلمان، برای حکومت اسلامی باید چی بگه؟ از لحاظ شرعی و دینی چی بگه؟ السمع والطاعة، شنیدم و اطاعت. قانونی که حکومت اسلامی وضع میکنه السمع والطاعة. نبی مکرم اسلام میفرمایند فیما احب و کره، چیزی که دوست داری و چیزی هم که بد میبوری. چنین کنه میشه که آدم در حکومت اسلامی قرار داشته باشد تمام گپا به میل دل ما باشه، تمام حرف ها به میل دل ما باشه؟ میشه؟ هیچ امکان نداره. تمام حرف ها به میل دل نمیشه. مثلا اگه به میل دل ما باشه، با تمام قلب خود، قبلا اشاره کردم که من آماده ام جان خود فدای حکومت اسلامی کنم، اما چیزی که به قلب من هست، به قلب من اینه که باید بزرگان امارت اسلامی در قسمت قاتلین علما باید یک اطلاعیه شدیدی و بالآخره و یک مژده و نویدی برای ملت میدادن که شما ملت افغانستان مطمئن باشین که قاتلین علمای ربانی دستگیر خواهد شد. خب این میل قلب من، خب اگر این چنین نشد ما باید ناراحت شد. اگر این چنین نشد، نبی مکرم اسلام میفرمایند السمع والطاعة على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما احب و کره. چیزی که دوست داری و چیزی که دوست نداری چه کار بکن؟ اطاعت بکن. حکومت اسلامی هر موضوعی که وضع میکنه، قضیه‌ای که وضع میکنه، خب به نفع تو نیست، به فیصله‌ای که میکنه به فایده تو نیست. تو چه کار بکن؟ واجب، لازم، ضروریه که اطاعت بکنی. الا رسول الله صلی الله علیه و سلم استثناء میکنم، الا. خب سوال در ذهن برادران میاد، خب اگر این امارت اسلامی خدای نخواسته یک 4 تا خانه گناه و معصیت را ساخت، خب اطاعت واجبه، لازمه؟ اگر خدای نخواسته مثل رژیم گذاشته رسانه ها پس به رقص و پایکوبی و ساز و موسیقی و بیجابی و بدهجابی خب پس شروع کرد، خب باز دیگه تلویزیون رو نگاه کنیم ثواب داره؟ به خاطر که حکومت اسلامی اجازه داده دیگه تلویزیون رو نگاه کنیم. اگه بالفرض میتشد، رسول الله میفرمایند الا ان یؤمر بمعصیت، مگر زمانی که شما را اگه کسی به معصیت امر کرد اینجا که اطاعت واجب نیه، لازم نیه. و بعدا میفرمایند نبی مکرم اسلام فاذا امر بمعصیت فلا سمع ولا طاعة. اگر حکومت شما به معصیت امر کرد، شما به گناه امر کرد، اینجا دیگه باز اطاعت واجب نیه. متفق علیه، حدیث بخاری و مسلم. این حدیث اول. حدیث دوم باز هم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حدیث ری ملت باید بشنوه. همه ما باید به حکومت اسلامی بیعت داشته باشیم. مسئله نگرانی و پریشانی بعضی از انسان‌ها اینه که امیر خود را مثلا نمیشناسند. در حکومت‌هایی که بالآخره که مسئله خلافت و اینها از خلفای راشدین گرفته و بالآخره در صدر اسلام با رسول الله بیعت میکردن، بعدا خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای بالآخره عباسی و بالآخره تا رسیده به خلفای عثمانی و اینها. مسئله بیعت عزیزان من خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه. مثلا امروز اگر یک نفر بگه که درسته حکومت اسلامی کو بیامد اما من به امیرالمومنین کار ندارم، من اطاعت از امیرالمومنین نمی کنم، خوشحالم هسته، از دینم دفاع میکنه، این حکم شرعی از زیر و از دیدگاه دین نبی مکرم اسلام میفرمایند. عبدالله ابن عمر میفرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول
عبدالله ابن عمر میگه از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمایند من خلع یدا من طاعت، کسی که دست خود را رها میکنه از بیعت با حکومت اسلامی، کسی که خود را گوشه میگیره بیعت نمیکنه با حکومت اسلامی، کسی که بالآخره ای کار میکنه، من خلع یدا من طاعت لقی الله یوم القیامه ولا حجت له، روز قیامت هیچ دلیلی نداره وقتی الله از او پرسان کنه که چرا بیعت نکردی، هیچ دلیلی پیش کرده نمیتونه. به این عزیزان و بزرگواران، پس از این حدیث دانستیم که روز قیامت از سوالهایی که میشه یک سوال هم همین میشه که تو با امیر المؤمنین با حکومت اسلامی بیعت داشتی یا نداشتی. فواید چی هست؟ فواید اینه که جامعه منظم میشه، جامعه نظم میگیره، جامعه بالاخره ید واحد میشه، ملت واحد میشن. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. ادامه حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را گوش کن که میفرمایند و من مات، کسی که بمیره و لیس فی عنقه، نباشه در گردن از او بیعت نباشه. خب بیعتی که نبود، مات میتت الجاهلیه، این مرد در مردن دوران جاهلیت. ببینید چقدر سخته، خیلی سخته. این باید خیلی متوجه باشه. انسانی که بیعت نداشته باشه با حکومت اسلامی، با نظام اسلامی، با امیر المؤمنینی که در رأس حکومت اسلامی قرار داره، خب اگر در او حالت بمیره چه کار میشه؟ مات میتتن جاهلیه، در مرگی از دنیا رفته که اون مرگ جاهلیت هست. حدیث دیگر باز هم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه و میفرمایند و من مات و هو مفارق للجماعه، این بیشتر کسانی گوش کنن که علیه حکومت اسلامی بغاوت میکنن، مظاهره میکنن، به خیابانها بیرون میشن، سرکشی میکنن، شعار میدن، این بیشتر متوجه باشن. رسول الله میفرمایند و من مات و هو مفارق للجماعه، چطور میشه؟ این شخص یموتو، وقتی که در او حالت بمیره، میتتن جاهلیه، در اون حالت اگر بمیره مرگش مرگ جاهلیت هست. اینایی که به خیابانها بیرون میشن، اینها وقتی که بیرون شدن، حکومت اسلامی شرعاً حق داره که اونا تهدید کنه، تأدیب کنه، ادب کنه. حکومت اسلامی حق داره. بعضی از انسانها چی میگه؟ مردم بیرون شدن حق خور میخوان، اینها بالین و فیر کردن. حکومت اسلامی حق داره. تو غلط کردی که در مقابل حکومت اسلامی ایستاد شدی. حکومت اسلامی تا حکومت دموکراسی فرق میکنه. تا دیروز بس هست بیرون شدید هر شعار علیه دین و اسلام و قرآن و شریعت دادید، کسی نبود جلو شما را بگیره. ما از این منبر اعلان میکنم به عنوان یک طلبه دین، هر کس به خیابانها بیرون میشه علیه حکومت اسلامی شعار میده شرعاً از نظر دین مبین اسلام و قرآن و شریعت غرای محمدی، مجاهدین حق دارن که اونها را سرکوب کنن. وقتی به این منبر ما امروز بعد از نماز میگیم که ما از امارت اسلامی تطبیق شریعت میخواهیم، یکی از تطبیقای شریعت همینه که حکومت اسلامی اجازه نمیده که هر فاسق و فاجری بالاخره بیرون بشه علیه اسلام و قرآن و دین و بالاخره شعار بده، علیه حکومت اسلامی شعار بده. این حکومت دموکراسی نیست. این حکومت به بونم فیصله نشده که بالاخره مجاهدین آمده باشن. این حکومت 4 تا غلام و حلقه به گوش اینها در اروپا ننشستن که بالاخره این حکومت تشکیل بشه. این حکومت با زور شمشیر مجاهدین
این حکومت با خون شهدا، با خون علما، با خون حافظان قرآن این حکومت به سرپا ایستاد شده. این حکومت اجازه نمیده. والله العظیم اگر امارت اسلامی دست فاسق و فاجر و بیدین رو باز بگذاره، اگر لااقل دیگه کار دیگه نتانم، من شاید از این منبر رخصت باشم بگم دیگه نماز جمع کنه میخوام. همین که از دست میآید. ما توقع داریم. ما بر علاوه که حامی حکومت هستیم، پشتیبان حکومت هستیم، دعاگوی حکومت هستیم، ولی در کنار حکومت باید این با قاطعیت هم داشته باشیم که 4 تا فاسق و فاجر و بیدین از بیرون دیکته بشن و بالاخره بیا به خیابانها و اینها جمع بشه میگه مرگ به پاکستان. تا دیروز مرگ به آمریکا نمیگفتی، مرگ به ناتو نمیگفتی، مرگ به اجنبی و غلامان نمیگفتی، امروز به پاکستانی که من به حکومت و نظام از او کار ندارم، هزاران مفسر و محدث در پاکستان هست، حرکت دعوت و تبلیغ، هزاران عارف و بزرگوار در پاکستان هست. تو چگونه استاده میشی؟ علیه یک کشور اسلامی، پاکستان کشور اسلامی است، ملتش مسلمانه. این درست نیست که بالاخره تا دیروز نوکری امریکا کردی، نوکری و غلامی ناتو کردی، کاسلیسی امریکا کردی، امریکایی که به ناموس این سرزمین تجاوز کرد، صدا خور نکشیدی، تو امروز بلند میشی. خب مرگ به پاکستان هم گفتی، مجاهدین به تو چی نگفتن، مرگ به فلان و فلان هم گفتی چی نگفتن، اما این جالب نیست که باز شروع کنی بگی مرگ به امارت، مرگ به طالب. این طالب به دموکراسی نیامده. از تمام مجاهدین این را میخواهم که هر بی‌ادبی که علیه نظام حرکت میکنه با مشت آهنین بر دهنشان کوبیده. آمریکا رفت به غلامان آمریکا، به کاسلیسای آمریکا، به دموکراسی خواهان این را میگویم دروازه ها بازه، برید. افغانستان اشغال تمام شد، آشغالا هم باید برد. این شهر بالاخره مفسرین و محدثین به این سرزمین افغانستان سرزمین مجاهدین هست. به این عزیزان و بزرگواران حکم شرعی، خروج، بیرون شدن علیه یک حکومت اسلامی، اینها آیه، اینها حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در حدیث دیگر میفرمایند که سیدنا انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه و میفرمایند رسول معظم اسلام فرمودن اسمعوا و اطیعوا، بشنوید و اطاعت کنید. و ان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسه زبیبه، رواه البخاری. اسمعوا و اطیعوا، بشنوید و اطاعت کنید. از کی اطاعت کنید؟ وقتی میفرمایند نبی مکرم اسلام عبد حبشی، اگر یک غلام حبشی آماد بر سر شما حاکم شد، واجب و لازمه که برای شما که از او اطاعت کنید. خب چرا گفتن عبد حبشی؟ این تأکید رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اینه که اطاعت از اولی الامر مسلمین. ارتباط به خروج علیه ولات امور، فقها سه قول بیان میکنن. قول اول، کسی که علیه یک حکومت اسلامی بیرون میشه، شعار میده و حکومت 100% اسلامی بود، این کار حرامه، باید اون طرف سرکوب بشه. و حتی حکومت اسلامی این اجازه داره که اگر در ابتدا نصیحت بعدن در زندان هم اصلاح نشد، تعزیراً حکومت اسلامی حق داره که او را از بین ببره تا اینکه درس عبرت برای دیگران بشه. هر کس که علیه حکومت اسلامی بغاوت کنه، هر انسانی، هر کس که میخواه باشه، این اول. دوم، علما بیان میکنن اگر حاکم مسلمین در بحث تطبیق احکام دینی نسبت به خودش، نه نسبت به مسلمین، نسبت به خود شخص، اگر حاکم مسلمان انسانی بود که
شنیده شد که شراب میخوره، العیاذ بالله قمار میزنه، العیاذ بالله کار زشت و ناروا میکنه، آیا علی از او هم بالاخره حرکت بشه؟ چون مسلمان هست و دوچار گناه کبیره میشه مربوط به خودی او میشه. ایرم علما و فقها بیان میکنن که در مقابل چنین ولی امری هم هیچ کس حق نداره بیرون بشه تا حرج و مرج و جامعه به هم نخوره. اما واجب علی ولی امری که کافر باشه بیای بر سر ملت مسلمان تسلط پیدا کنه، واجبه که ملت قیام بکنه. مثل که در رژیم گذشته ولاتی که آمدن بر سر این ملت از کجا تمویل می شدن؟ کی بود پشتیبان اینا؟ کی اونها را آورد؟ کی اونها را دست اونها را بلند می کرد؟ کی اونها را تمویل می کرد؟ چند مرتبه رئیس جمهوری که در گذشته، من نمیخوام کسی که از قدرت بیفته بعداً علیه و حرف زده بشه، به عنوان یک شاهد، خب رئیس جمهوری که نفهمه که رکوع و سجده و نماز و به اینها، کسی که نماز ریاد نداشته باشه، کلمه ریاد نداشته باشه، صلی الله علیه و سلم ریاد نداشته باشه، رئیس جمهوری که سالها و سالها رسمی خیشی کرده با مسیحیان، نشست و برخاستش مسیحی، همسر از اون مسیحی، خب چیز واضح و مشخصی بود که در این منبر بارها و بارها گفته شد که علیه اون نظام قیام باید بشه. این حکم شرعی عزیزان و بزرگواران. پس بناهن اونهایی که در دماغ اینا هنوز بوی دموکراسیه، این از دماغ خود بیرون کنن. آمریکا رفت، دموکراسی مرد دموکراسی. میخوایی در چوکات نظام اسلامی زندگی کنی؟ افغانستان از توست، خانه توست، خانه همه هست، اما وقتی تطبیق احکام به حکومت اسلامی خلقت رو تنگ میکنه، صدها و دهها بالاخره کسانی رفتن، تو هم دروازه بر روی تو باز، برو بالاخره شکل خورگم کن، دیگه حرج و مرج به پا نکن، حرج و مرج ایجاد نکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ید الله مع الجماع، قدرت الله در جماعت هست، دست الله بر جماعت هست، حافظ و نگهدار جماعت الله هست. ید الله مع الجماعه و من شذ فی النار. تمام افغانستان از حکومت اسلامی راضیه، تو 10 نفر 20 نفر بیخی 100 نفر بیرون چو به خیابان که ما این حکومت رو نمیخوایم، حکومت فلان و فلان و فلان، به دهن تو کنیست که میخوایی یا نمیخوایی. 40 کشور هم به این مملکت آمده بود این نظام رو نمیخواست، 40 کشور به این مملکت آمده بود این نظام رو نمیخواست، 40 کشور زبونانه با خاری و ذلت این سرزمین رو ترک کرد. برای تو کاسلیس امریکا و ناتو و اروپا و اینا هم جای نمانده که خوری بری بر بزنی، جای نمانده. به اینه والله العظیم تمام ملت افغانستان 21 سال، ملت مسلمان افغانستان 21 سال خون دل خورد، 21 سال درد کشید، رنج برد، دهها و صدها زن بدون که شوهر اذن و اجازه بده حکومت گذشته اینا را از هم دیگر جدا کرد، زنها را بی حیا ساخته بود، فسق و فجور و بالاخره ملت را به سمت سوی بالاخره بیدینی و اینها سوق میداد که الحمدلله از برکت علما اینها کنترل میشد و همه معار شد و اینها. پس به اینه بس است دیگه تمام شد. سکولارها بدانیم وقت شما خلاص شد، بیدینها وقت شما خلاص شد، انسانهای مذبذب فاسق و فاجر وقت شما تمام شد، زنهایی که بی‌حجابی و بدحجابی رو دوست داشتی تمام شد. امروز روز زنان با حجابه، امروز روز جوان با ایمانه، امروز روزیه که ما به سرفرازی و سربلندی در کشور خود بگردیم و بالاخره سیر و سیاحت داشته باشیم. بس از 21 سال خون خوردیم. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند و من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه. کسی که در گردن از او بیعت نبود اگر مرد چه کار میشه؟ مرگ او در جاهلیت. حدیث دیگر را اشاره میکنم. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند من اطاعنی فقد اطاع الله.
کسی که اطاعت از ما داشته باشه اطاعت از الله داره. و میفرمایند و من عصانی فقد عصى الله، کسی که نافرمانی از ما بکنه نافرمانی از الله کرده. گوش کنید برادران عزیز و بزرگوار، حدیث بخاری و مسلم هست. نبی مکرم اسلام میفرمایند و من اطاع امیری فقد اطاعنی، کسی که اطاعت از امیر ما بکنه اطاعت از ما کرده. امارت اسلامی در تمام بستها، پستها، وزارتها علمایان. یک حق که بگردن ما دارن قدر اینه که حق اینه که عالم هستن، العلماء ورثة الانبیاء. حق دیگر اینه که اینها به عنوان امیر هستن. کسی هست انکار بکنه؟ در کل افغانستان امارت اسلامی گرفته، تو از یک گوشی صدا خور بالا میکنی بالاخره که امیر قبول ندارم. شرعا هر یک گوشه بگذارم، عقلا همین کسی امیر میپذیره؟ عرفا همین حرف جالبی، حرف جالبی نیست. رسول الله میفرمایند و من اطاع امیری فقد اطاعنی و من عصى امیری فقد عصانی، کسی که نافرمانی از امیر ما بکنه رسول الله میفرمایند از من نافرمانی کرده، از من نافرمانی کرده. حکومت اسلامی سلسله میره بالآخره به خلفاء الراشدین، سلسله میره بالآخره به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم. عزیزان و بزرگواران، اطاعت از اولی الامر واجبه. قبلا اشاره کردم حرکت کردن علی اولی الامر، شعار دادن علی اولی الامر، قیام کردن علی اولی الامر مسلمین گناه هست، حرام هست. اطاعت چیه؟ واجبه، واجبی از واجبات دینه. این حکم شرعیه. نماز میخوانیم واجبه، روزه رمضان میگیریم واجبه. اطاعت از اولی الامر هم واجبه، واجبی از واجبات دین هست. به اینه که سیدنا عمر رضی الله عنه میفرمایند لا اسلام بلا جماعه، لا اسلام بلا جماعه ولا جماعه بلا امیر ولا امیر بلا طاع. سیدنا عمر میفرمایند اسلامی نیست اگر جماعت نباشه. پس مسئله جماعت خیلی مهمه. ید الله مع الجماعه. سیدنا عمر میفرمایند اسلامی نیست بدون جماعت و جماعتی نیست بدون امیر. و همچنین میفرمایند امیری نیست بدون اطاعت. اگر ملت از اولی الامر خود اطاعت نکنه، خب امیر چه کار باید بکنه؟ به این عزیزان و بزرگواران، اینها مسائل شرعی بود. قسم یاد میکنم که اینها به خاطر هفته گذشته گفتم که امارت اسلامی از ما درخواست کرده بیا وظیفه بگیر. ما گفتم برای شما دعا میکنم، نمیتونم، در توانم نیست، اما به عنوان مشاور هر خیرخواهی که از دستم بیایه برای حکومت اسلامی دارم، برای بقای حکومت اسلامی، برای تطبیق احکام شریعت. این حرفها چنین نیست. خدا از دلها واقفه که می حرفها به خاطر خوشحالی امارت نمیگم که امارت خوشحال بشه. خدایا تو شاهدی، در روز قیامت این بندگان تو شاهد باشن که تو علیم بذات الصدوری و از قلبها آگاهی که این حرفها خاص به خاطر تو گفتن، خاص به خاطر ذات اقدس الهی گفته شده، به خاطر ایجاد حکومت اسلامی، احیای حکومت اسلامی، تطبیق احکام شریعت، به خاطر ثبات و دوام حکومت اسلامی. امروز عزیزان من الله به ما حکومت اسلامی داده، همه دست به دست هم بدیم، همه دست به دست هم بدیم. مغرضین خیلی تلاش میکنن، بیدینایی که به خارج رفتن از همونجا در تلاشن که باز می حکومت را خدشدار کنن، باز می حکومت را بالاخره به نوعی از انواع بدنام بسازن، به نوعی از انواع باز اشغال بیایه، به نوعی از انواع باز امریکایی‌ها بیایه، باز اروپایی‌ها بیایه، باز بالاخره فلان و فلان بیاین ما را در بدر کنن. این عزیزان ید الله مع الجماعه. هر جا میشینیم امیدوار باشیم. امنیتی که فعلا بعضی برادرها چی میگن؟ اولاد دزدی هم دیروز یک موبایل بردن. برادر 21 سال موبایل ها بردن. یک اختطافی هم داریم. خب برادر
بعد این روزی که فتح آمده روزانه به افغانستان 500 نفر کشته میشد. از روزی که امارت اسلامی همی افغانستان رو گرفته روزانه چند نفر کشته میشه؟ چند تا اختطاف داریم. درسته امروز یک اختطاف شده در هر زمانی. دزدی در زمان رسول الله هم بوده، در زمان خلفای راشدین هم بوده. الله اشاره میکنه که یتخطف الناس، در صدر اسلام مردم را دزدی میکردن، بالاخره اختطاف میکردن. حکومت اسلامی وظیفه داره که این قضایا رو پیگیری کنه، وظیفه داره که احکام شریعت رو جاری کنه. اما تو مسلمان دیگه بلنگوی دشمن نشو که والله امنیت به هم ریخته، امنیت خراب شده، امنیت نیه. یا مقایسه کن، قابل مقایسه نیست. امنیت امروز با گذشته قابل مقایسه هست؟ شما بندگان الله به خاطر الله شهادت بدهید امنیت امروز با گذشته قابل مقایسه است؟ قابل مقایسه نیست، ابدا قابل مقایسه نیست. تو بود، طیاره بود، ارتش بود، لشکر بود، تمام سپاه بود، به اصطلاح امروزی متخصصین و جنرالان و برید جنرال و مارشال و فلان و فلان بود. ما شما روزانه 500 نفر به این سرزمین کشته میدادیم. یک لحظه بیاییم یعنی خدا رو مد نظر بگیریم. قضاوت ها روزانه 500 نفر، ده ها اختطاف داشتیم، ده ها اختطاف. امروز اگر یک نفر اختطاف شده، این اختطافچی هم میدانیم از چی استفاده کرده؟ از این کتال تشکیلات حکومت درست نشده، از این استفاده کرده. حکومت تشکیل بشه، تشکیلات منظم بشه، تمام وزرا و بالاخره مسئولین تعیین بشه، اینا همه مشکلات حل میشه عزیزان من. همینطوری که امنیت آمده مشکلات اقتصادی حل میشه، بیکاری گم میشه. همه اینها که امروز الحمدلله راحت میریم به مسجد نماز میخوانیم. ما به این روزا شاید هر روز 200 تا تاجران میآیند به دیدن و دید و بازدید. قبلا هر تاجری که می آمد به دیدن 20 نفر مسلح خودی بود. همین روزا هر تاجری که به دیدن می آید 1 نفر مسلح خودی و نیه. این کم نعمتیه؟ این نعمت عظیم و بزرگ میشه که انسان فراموش کرد. پس این چهارتایی که داخل فضای مجازی تبلیغ میکنه، این چهارتایی که بالاخره بلنگوی دشمن شده، نباید روحیه جامعه ضعیف کنه و تضعیف کنه. الحمدلله حکومت اسلامی با قوت استاده. بعضی تبلیغات میکنن که خب امریکا رفت چین میآید، امارت اسلامی با چین ارتباط داره. برادر حکومت اسلامی باید با کشورها، همین امریکا با ذلت و خواری رفت، اما از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تجاری، همین حکومت اسلامی باید خودم امریکا ارتباط داشته باشه، اقتصادی کشور خوب بشه. این باید بالاخره تعامل داشته باشه، معاملات سیاسی، معاملات اقتصادی، معاملات اجتماعی، چی چین باشه، چی شرق باشه، چی غرب باشه. مهم اینه. آخرین حرف من حرف ذبیح الله مجاهده، سخنگوی امارت اسلامی، گفت که مردم میگن که ما نوکر پاکستانیم. قسم یاد کرد که ما درسته ارتباط ما با پاکستان به خاطر که فامیل ها اونجی بودن، مردم بودن و بالاخره، اما همانطوری که ما بر دهن امریکا و اینها زدیم، اگر پاکستان و شرق و غرب و چین و اینها هم بیایه به معاملات افغانستان دخیل بشه، بر دهن از اون میزنیم، اجازه نمیدیم. حرف ذبیح الله مجاهد واضح و صریح که اعلان کرد که ما نه نوکر امریکا بودیم نه نوکر پاکستانی. اما تعاملات، آمد رفت و آمدها، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، سوره عبسه با کجا نازل شد عزیزان من؟ رسول الله در چی حالتی بودن؟ رسول الله با سران مشرکین جلسه داشتن که عبدالله ابن ام مکتوم میآیه عصا میزنه که یا رسول الله چی نازل شده به ما بگیم. خب رسول الله توجه نمی کنن و بعدن این آیه نازل میشه عبس و تولی ان جاءه الاعمى. ای پیامبر جواب این نابینا رو بده که این تو چی میگه؟ رسول الله در کدام جلسه بودن؟ در جلسه با کفار، او هم سران کفر. از لحاظ تجاری چین میآیه، این معادن و ذخایری که در کشور هست اینا رو که ما و شما استخراج کرده نمیتونیم. خب باز مگری با این کشورهایی که اونها دستگاه دارن، کشورهای پیشرفته هن، به مثل یک مزدوری
بیاین مزدوری خور میگیرن، معادن رو استخراج میکنن، سرکار آباد میکنن و میاین با تعامل با کشور اسلامی. امروز عزیزان بزرگترین شرف و افتخاره که دو سه روز میشه پروازها داخلی باز شده، از فردا یا پس فردا پروازهای خارجی باز میشه. شما میدانیم تیاره که الان پرواز میکنن میره رو به طرف اروپا و امریکا، کی اجازه میده؟ الان یک عالم دین، مسئول میدان هوایی بین المللی مرکز شما افغانستان، یک عالم دین نشسته، مخابره به دستی یا نه، تسبیح در حال ذکر و دعا و اینها، و بعد میگن پرواز کنه تیاره، میگه ها 10 دقیقه بعد پرواز کنه. تیاره از اروپا آمد، از امریکا آمد، از استرالیا آمد، بله، اما تا دیروز به داخل میدان هوایی ما نفس کشیده نمیتوانستیم. اینا عزته. کشور میره رو به آبادی، کشور میره رو به سربلندی، کشور میره رو به تعالی، رو به ترقی، کشور میره رو به پیشرفت. همه مشکلات حل میشه برادرها، هیچ دغدغه و هیچ پریشانی نداشته باشند. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. بار الها پروردگارا حکومت اسلامی مستدام داشته باش، پروردگارا حکومت اسلامی، سایه حکومت اسلامی از سر همه این ملت و امت اسلامی کم نگردد. شبکه توحیدی ایمان زلال